چرا ماراتون؟ خب چون بحث استقامت و امکان پذیری، احتمالا شما هم شنیدید هر سختی رو که به اصطلاح انجام میدید، مثل ماراتون کنکور، ماراتون زندگی. آره این بحث سخت بودنش خیلی برام مطرح بود که و امکان ناپذیری یا پذیریش، حالا این چالشه که مهمترینش. از طرف دیگه خب از 7-8 سال پیش که برادر من میستم شروع کرده بود به دویدن و تو مسابقه ماراتون شرکت میکرد، این همش یه چراغی بود که خیلی روشن نبود، یه چراغ کمسویی بود تو ذهن من و فقط اسمش رو شنیده بودم و یه کار سختی و چیزی که به اصطلاح اتفاق افتاده و انجامش داده. بعد از اون سفر یه سالی که پارسال من رفتم با خودم برای شناخت خودم که 2 ماهش ترکیه بودم. قبل از سفر یه کتابی هدیه گرفتم، زندگی نامه دیوید گاگینز بود. دیوید گاگینز یکی از نقطه عطفاییه که من اصلا گفتم حتما من با یه ماراتون شرکت بکنم. آخر اون سفر تو قونیه که بودم در زمان اوج اون مسیر خودشناسی و ارتباطی که با مولانا گرفته بودم و تو خودم فرو رفته بودم، روز آخر اونجا یه مسابقه ماراتون برگزار شد. بعد دیگه من اینجوری شدم که حتما من باید این مسابقه رو شرکت کنم و این شد که حالا این تصمیمه رو به صورت جدی‌تر گرفتم. دور رو شروع کردم، بی هدفم گفتیم نباشه، این نیمه ماراتون شیراز شرکت کردم و یه ماراتونی هم که تا 1 ساعت دیگه قرار شرکت کنم در کویر لوت در کرمان. جای شما هم خالی. آره این از این، یعنی حالا اون بحث چالش و چی باعث خودشناسی میشه، مسیرهای سخت و چالش‌هایی که تو رو با خودت روبرو بکنه. ماراتون یکی از اون چیزاییه که یعنی یه جوری میشه که شما یه جوری با خودت روبرو میشی که فکر میکنم به شناختی برسادم. من دوست دارم این چالش‌ها رو. در حقیقت چالش کمک میکنه به خودشناسی. چی بهتر از این؟ چه چالشی سخت‌تر و در دسترس‌تر از ماراتون؟ و به قول میثم سخت بود، سخت هست، اما امکان ناپذیر نه، امکان پذیره. برم ببینم میشه یا نه.